ببی اگه کدام چیز را میفهمی و به من نمیگی ای بار فقط مرنی بعد از این بچه تام دیده نمیتونی. به تو نشان میتونم که مرگ پدرم هیچ وقت قدر نخود رفت. پدرم مرا از دست تو نجات داد. به خاطر که به تو بگویم شکر که هستی حتما باید کدام چیزی شوه خانم آینده من. یک طرف سفدا طرف دگام انتقام بچهت. اشتباه رفتیم. در پشتتان هر کسی که باشه پیدایش میکنم. هر کس که باشه بسیار تاوان بزرگ خواهد پرداخت. از بچه‌ای که خوشت میآید چی شد؟ کی؟ درباره کدامش گپ میزنی؟ او دختر چند تاست؟ ما حتی یک دانه رام ندارم. یک دانه را خوب من پیدا کنی؟ یک بچه قوی و خوش‌هیکل باشه. دانه کلگی برش هم تو واسبانه. آی چت یاد نگو نجلا. از اینکه نفهمیدم درباره کی گپ میزنی و قسم گفتم. تو چی میگی جانم؟ آی یک نام بسیار عجیب داشت. یعنی به خاطر او آدم زوف میکردی. آی ده اونجا یک نفر است فکر میکنم طرف تو سل میکنه. با تو رو خوش کنم کاملا یک بچه قوی و خوش اندام است. او را مشناسی؟ نه از کجا بشناسم جانم؟ قسم گپ زدی فقط که او را مشناسی. نه تو چند دقیقه پیش گفتی که با ما یگان تا را پیدا کنم از خاطر او را گفتم. اما بیبی سیل داره بسیار دقیق سیل داره. به هر صورت سعیست من خسته شدم ملکه بری. ایزگی چطور هستی؟ به خاطر که دوستت امروید بود نخواستم پیشت بیایم اما وقتی که میرفتی پیشت آمدم. ایزگی تو خود گفتی نمیشناسمش. چطور نمیشناسیم؟ ایزگی دوست دخترم است. آی دوست دختری چی خدا داد؟ ای تو یک چیزی نیست. آی دوست به سرت هست. نه نیست خدا داد. من دوست دختر تو نیستم. من از کجا دوست دختر تو شوم ها؟ کجا دوست دختر؟ تو کجا دوست دختر من میشی ایزگی؟ نیستم دیگه خدا داد. اما یکی دیگه خدا بغل کردیم. مولا صاحب گفته بود کسی که کسی را دوست داره بازوره در بغل خود میگیره. ما یکی دیگه را دوست داریم. دوست نداریم ما یکی دیگه خدا دوست نداریم. کاملا یک بچه خوش اندام پیدا کردی ایزگی. چطور؟ اندامم خوبش نیست؟ من معشوقی نیستم. آی شما چرا گپا نمیفهمین؟ کاملا یک بچه خوش اندام پیدا کردی ایزگی. نجلا تو واقعا مرا لایق لوده میبینی؟ من لوده هستم. خدا داد لوده است. خدا داد لایق ایزگی نیست. خدا داد لوده است. چی شده؟ گپ بسیار بد گفتم نه؟ آی ده قصهش نشو. اون زیاد آزارت داد. آی نه نجلا خدا داده تو یک کار نمیکنه. او هیچ مرا آزار نداده. خدا داد مرا از دل پاک دوست.
وازیست هرچی که امروز برد بگویم نه تو قار میشی. به هر صورت حالا تو برو، من قلبش به دست میارم. اگر نه دل ما آرام نمیگیره. جدیستی؟ آیسته ایست، پس بعدن گپ میزنیم. حالا دیگه برو. از میخوایم خدا داد. ما لودستم. تو خدا داد لودست. تو مرا دوست نداری. ای تو یک چیزی نیست. تو لوده نیستی. من لودستم. من لودستم. بی عقل هستم. تو بدونی که به ترسی هر چیزی که در دلت باشه برای میگی. تو یک آدمی جسور هستی، خدا داد. تو بسیار با جرأت هستی. من معذرت میخوایم از اینکه امروز زشت روی کردم. ببخشی. اما وقتی در پیش دوستم گفته که دوست دختر ما است. از موتون همیشه خدا داد. امکان نداره. ما معذرت میخوایم ایزگی. از اینکه در پیش روی دوستت گفتم دوست دخترم هستی معذرت میخوایم. دفعه دیگه پت میکنم. اما ما عاشقا نیستیم، خدا داد. فهمیدم. ما خو لوده نیستم. ما دوست هستیم. اما همی دوست زیاد دوست دارم. سیز حالا فهمیدم. با من جسور گفت. من جسور هستم. من جسور هستم. جسور هستم. گفت جسور هستی. من جسور هستم. من جسور هستم. من جسور هستم کوکو. من جسور هستم. جسور هستم. با من گفت جسور هستی. کسی که میخواست علی را بکشه همون نفری است که سر علی تهمت کرده. تو تشویش نکن. من حلش میکنم. چی قسم حلش میکنی؟ تو به ما بانش. هر کسی در پشت قضیه دست داشته او را پیدا میکنم. برای تو آدم میتونم. تشویش نکن فامیلی. تو دوزه چی کار داری؟ موضوع شخصی من نیست. آمدیم که شایدی بتام. من یک بار میرم علی را ببینم. من رفتم بیادت. خداحافظ. چطور علی کده؟ پدرم خود در پیشویش انداخته بود. سر دیگه کس کده. خودش نکده. مام ایره از پلیس فهمیدم. او آدم استاد قسم کار است. خود بیگناه و معصوم نشان داده بالاخره. دام مانده و سرت پدرت فیر کرده. چطور دلش بکوک سالم نسوخت؟ چطور؟ روز خوش نبینه انشالله. های سعی سما چرا؟ علی کده بابیم چی کار داشته میتونه؟ چرا بابی مرا بکشه؟ میشه که تون برام بگوین؟ به خاطر خواهرت است. البته علی پشت سیفدار گرفته بود. پدرتون به خاطر گپ زدن رفته بود که بگوی پشت دختر ما ایلاکو. علی بیازو از اول تا حال فکر میکرد که پدرت بازور همراه ما عروسی سیفدار کده سینان. چند دفعه پدرت تهدیدم کرده بود. با همین چشمای گناهکارم دیدم، خودم دیدم. پدرتون بسیار با نیت پاک به گپ زدن رفته بود. اما او آدم بسیار با هوشیاری پلان سنجیده بود. مولا را میکشم. مولا را میکشم. مولا را میکشم. مولا از بین میبرم. جان مادر صبر کن. ببین او پدرت از دست دادیم. اگه تو هم چیزی شوه من چی کنم؟ چطور صبر کنم مادر؟ چطور صبر کنم؟ مولا را از بین میبرم. او مولا تو از بین رفتی. سینان صبر کن. علی را بردن، خودت میفهمی. دستگیرش کردن، بیازه اگه بریم کدام فایده نداره. مولا سینان خانم خیریه بانن که بره. نیاز داره چند دقیقه تنها باشه. بسیار برش سخت است. در سن جوانی پدرش از دست داده. آقا ویگار بسیار زیاد تشکر از اینکه حقیقتا نگفتین. پیش از اینکه درد مردن پدرش تحمل کنه باز از قاتل بودنش خبر میشد. بسیار زیاد تشکر.
البته از زندگی بد میکنم علی. بسته بیشرف کل دستای را میشکنانم که تو را کمک میکنن احمق. اوف، نوک پنسلم شکست. نمیفهمم ده اینجا قلم تراش هست یا نه؟ آی مادرم. قندم؟ مادر، تو بچه کاکالی را میشناختی؟ دیگه هیچ وقت الماری کاکالی دست نزنی، درست است؟ من خب فقط قلم تراش میپولیدم. مادر، کاکالی با همی دختر عروسی کده چطور؟ علی چیت میشه؟ من فقط دوست علی هستم. سیفدا؟ جانم، خوب هستی؟ کسی پشت علی تهمت کرده. میفهمم پدرم علی نکشته. با علی بازی میکنن توکته. پدرم علی نکشته. سعیس، بیا در خانه گپ بزنیم. تو فهمیدی که درباره کدام به عقل گپ میزنم؟ فهمیدم. هر کس برش استخوان بندازه سگدان خانش میشه. او را کامل سگ میگن بیادر، اما تو یک ترسوس. به از او وقت نام استاد علی رشونید ترس و آواری فرار کرد. از اینجا دار بخو اکرم. همینجا استاد کن. همینجاست. حالا دیگه اکرم دور موتر باش، هر گپی شد خبر بده. سعیز حالا بریم. بله آقا کرد. ما به تو یک خبر خوش نگفتم نه؟ خبر خوش؟ اوه بیادر، تو دقم عشق و قسطی خبر خوشی چی ها بگو بیادر. بعد گو پیشنهاد عروسی دادم، او هم قبول کرد. من عروسی میکنم بچه. چرا توی تو لبوریت کشال گرفتی؟ به خاطر که پیش از تو عروسی میکنم اما تو است. یک چی بیادر؟ عروسی چی پیلوت؟ فقط ما بسیار میخوایم که عروسی کنم. پس چرا قسم رویه میکنی؟ لبوریت کشال گرفتی خلاص. فقط سر کدام جنازه آمده باشی. چی کنم پیلوت؟ دول بزنم. فقط کدام کار بسیار خوب میکنی که خوش شوم. البته بچه،
گفتی کسی که دوستش دارم عروسی میکنم. بفرمایین. ما کامل کار داریم. کامل ده خانه نیست. در کجا پیداش میتونیم؟ تو یک دقیقه پس شو خاله جان، پس شو. فرار نکن! فرار نکن بی غیرت! ای تو رو میگم! تا کجا را فرار میکنی؟ طرف ما بی پیلوت. آی با نظر تو می بازی عشق زیاد طولانی نشد بیادر. آی عشق مشق خوصایی است، اما آرزوی کردن دیگه چیز بیادر. نه که تو دیوانه شدی. گفتی بازی عشق؟ بچم تو کاکا میشی. کاکا میاین دستایت هم میبوسن بعد خونه است. حالا میگه دستایت هم میبوسن. بیادر ما هیچ کار نکردیم. تو چوب باش. بچم وقتی هیچ کاری نکردی باز چرا فرار میکنی ها؟ بیادر قسم میخورم ما کار نکردیم. کی تو رو خریده؟ به خاطر تومت کردن سر استاد علی کی تو رو خریده و پول داده؟ گپ بزن! بیادر به خدا مرا میکشن. بچه مگه گپ نزنی اینم اینجا دفنت میکنم. به خدا قسم میخورم اینم اینجا. گپ بزن! دخترم سرفت متوجه باش نی؟ میبخشی در چرت رفته بودم. میبینم که متوجه هستی دختر. در چرت رفتی تو را چی شده؟ چیز نیست؟ کدام چیز است؟ عصب تا حال تو را کدام چیز شده اما چیز؟ عجیب است. بکنی میشنم حالا. مادر پیلوت با من پیشنهاد عروسی کرد. چی؟ چطور یعنی؟ راستش مادر با یه انگشتر. باز تو چی گفتی دخترم؟ بله گفتم. بله گفتی. بدونی که از پدرت پرسان کنی. بعدن پرسان میکنم مادر، پرسان میکنم. اما زود بگوی قسم نمیشه، هر چیز زودتر باید بگویی. اول تو برش بگو، درست است؟ نه دخترم مرا دی کالا داخل نساز لطفا. من نمیخوایم در بینتان بیایم. تو یک وقت مناسب پیدا کو در پیش رویش بشی برش بگو پدر جان یعنی دی چی گپ است؟ ای پیشنهاد عروسی. تو میخوایی چی کنی ها؟ یک نفر خریده سرش با دروغ شاهدی دادی. گوش کو بچه جان، اگه فکر میکنی که با این کارهای تلی رو نابود میکنی پس اشتباه کردی. او آدم را که خریدی اظهاراتش پس میگیره. فهمیدی که چی گفتم؟ خبر باشی. نه که کوکساله تو کشتی چطور؟ بچه رو بکشم؟ سیفدا خانم محض تو قدر دیوانه نیستم که پدر او را بکشم. از داشتی علی را بکشی اما کوکسال مرد. علی پشتی کار اعلان نمیکنه. گوش که آقا کرد، اگه ای کار به ضد ما پیش بره، اگه ما در کدام دام بافتم باز خودتم دم و دام بند میمانی. تو عالمه را تهدید میکنی؟ ما هیچ کس را تهدید نمیکنم، فقط برات هشدار میتم. اگه ما در داخل کدام آتش بافتم باز توم دم و آتش میسوزی.
گفته باشم هر کاری که از دستت میایه بکو دستت خلاص هنوز کدت کارم خلاص نشده علی خانم ازلم ما اویگار سارکایو هستم شوهر سیفدا شماریم از کجا پیدا کردین؟ این قسم کارا با من مثل آب خوردن است این مهم است که چرا با شما زنگ زدیم خانم ازلم یک گپ بسیار مهم است که برایتان باید بگویم بسیار مهم است اما در موبایل گفته نمیشه اگه از نزدیک گپ بزنم خوب میشه بسیار میبخشین ما کتی انسانایی که نمیشناسم حتما میخواین بفهمین که بچه تانه کی کشته به خاطر که خودت امروی اویگار مشکلت حل کنی من به پلیس نگفتم که کاملا کی خریده کار خوبه کدی نظر به ای که اویگار مرا گناهکار معرفی کرده من کاملا دم اینجا استاد بودم مرمی از طرف راست جان کوکسال خورد یعنی سر کوکسالو فیر کرده؟ از او انسان پس توقعی هر چیز میره البته اول باید پیگیری موضوعی فیر کردن شویم قسمی که از مرمی خوردن معلوم میشه مرمی از طرف راست و کم بالا در جان کوکسال خورده یعنی از او طرف یعنی از اینجا موضع گرفته؟ و فیر کرده هیچ سرنخیم نیست حالا چی میکنی؟ چه قسم ثابت میکنی که کار او به شرف است؟ بدون پیدا کردن اون سلاح دیگه هیچ چانسی نداریم پیلوت وقت تو را گم کرده چه قسم پیداش خود کردی؟ مادر بله جانم چرا برآمده منتظر کوکالی می بودیم خانم ازلم خدا کنه که زیاد منتظر نمانده باشین بچه قندم میشه تو چند دقیقه در پارک ساتری کنی؟ بله پس برو دیگه ها میشه که 2 گلاس قهوه بیارین؟ همیانه میارم بیارم مولا صاحب خوب شد که آزاد شدی زنده باشی خدا داد من بیا زیره میفهمیدم که تو گناه نداری یک انسان پدر کسی را که دوست داره خو نمیکشه خصوصا تو هیچ وقت نمیکشی خیر ببینی مولا صاحب در خانه کسی نیست ازلم خواهرام رفت کجا رفت؟ نمیفهمم علی جان گرفته و رفت سیسته زنده باشی علی میشه برای چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ سیفدا خواهر
دروازه را بسته نکرد. اگر دروازه بسته نشه میشه یک امید است. از ای که پدرت قاتل بچه ما بود از چی وقت میفهمیدی سفتا؟ لطفاً بگو که این گپای دروغ است. چی میشه بگو که دروغ گفتی؟ کاش که دروغ می بود. او طفل را که کشتم بچه علی است. بالاخره او مرا پیدا می کند. علی ما از تو یک سوال پرسان کنم. ماشاءالله بچه‌تان بسیار دوست داشتنی است. بله آقای گار، میشه که برم بگوین بچه ما کی کشته؟ حالا میگم یک دقیقه. خدا کنه که از اتفاقات دیروز شما خبر شده باشین. منظورتان از اتفاقات؟ نه؟ چی شده بود؟ درباره که آقا علی در قتل کوکسال المز مشکوک است و تحت نظارت است. در باره خبر دارین؟ علی تحت نظارت است؟ آرام باشین. بیازو بیگناه برآمد و با احتمال زیاد حال وقت آزاد شده. و باز اصل موضوع و کل اتفاقات در رابطه با مرگ بچه‌تان است. خانم ازلم، برای دوازه میگم که خسار ما یعنی پدر سفدا کوکسال المز بچه‌تان از بین برده. آقا علیام در وقت کشته شدن آقا کوکسال به خاطر گپ زدن درباره این موضوع رفته بود. در این مدت از امی خاطر کوشش میکردم فرار کنم. سیفدا، با جای فرار کردن باید به من میگفتی. چرا نگفتی؟ انسانی تو یک گپه به کسی که دوستش دارد چی قسم گفتم میتونه؟ پدرم قاتل بچه تو بود، چطور اینو گفتم میتونستم علی؟ نتونستم ترسیدم از اینکه پدر من نکشی. ترسیدم که قاتل پدرم شده در زندان نفتی علی. ترسیدم. یک دقیقه. علی از این گپ خبر داره؟ دیروز خبر شد. دیروز؟
خانم ازلم مقصدم این نبود که شما را جگرخون بسازم. فقط من حیث یک مادر حقتان بود که بفهمین. علی چوب نباش. یک چیزی بگو چیخ بزن قاسو، یک چیزی بگو اما چوب نباش. اگه تو چوب باشی یعنی که منصرف شدی. اگه تو منصرف شدی من زندگی نمیتونم. چوب نباش یک چیزی بگو لطفا. اویگار گوش کن. اگه بازم میگی که زن اویگار هستی، اویگارم این گپم میفهمید اما تو نیست. و تو را تهدید کرد. از او خاطر که از او روسی کردی اما تو نیست. بله. چطور این کار کرده تانستی سیفدا؟ بجایی که با ما بگویی تو چطور اجازه دادی که مورد دست او آدم بیشرف شوی؟ چرا نمیخوایی درک کنی؟ چرا درکم نمی کنی؟ میگم از اینکه پدرم قاتل بچه‌ت بود ترسیدم. بله من شاید به خاطر تو قاتل نمی شدم، اما تو با پد کردنی گپ از من قاتل احساسات و عشق ما شدی سیفدا. نگو این قسم نگو ولی از خودم. من از دوست داشتنت هیچ وقت منصرف نشدی. من هرچی که میشه شود، اما من از دوست داشتنت منصرف نمیشم. این گپاره بیشتر از این باید میگفتی سیفدا. حق با تو است. اما با کدام روی آمده است تو تقاضای عشق دارم، در صورتی که باید تاوانش به تو. اما تو نیست. اما این را بفهم که من هیچ وقت زن اویگار نشدیم علی. هیچ وقت نی. سیفدا
مذارت میخوایم. منو ببخش علی، منو ببخش. مذارت میخوایم علی. نه من مذارت میخوایم. تو را درک کرده نتونستم. او آدم لعنتی تو را ترسان اسیر گرفتت. من نتونستم مانی شام سفده. من مذارت میخوایم. تو هیچ گناهی نداری. تو فقط گناهی جزای پدرت کشیده رفتی. خانم ازلم، واضح میگم که پدر خانم ما کوکسال المز بچه‌تان از بین برده. یک باری پیوند استخوان به خیر خلاص شوه. بچه‌ام به خواست خداوند صحتمند شوه. ازلم اینجا خواسته برش کل چیزا میگم. دواره رابطه ما برش میگم. اما با وجودی همه مشکلات حالی کارا نمیتونم. البته دیگه اویگارم هست. کارایی است که باید حسابش ازش بگیرم. چه قسمی کارا میکنی علی؟ با کمک تو ضرورت دارم. گفتی با کمک من؟ ازت میخوایم به بار آخر به خانه اویگار بری سفته. به خاطر تو هیچ کاری نیست که نتانم بکنم. اما به او خانه رفته چی کنم علی؟ زیاد خوش شدم که استاد علی آزاد شد. وقت شنیدم کسی را کشته باور نکردم. من چی وقت آزادی به دست میارم؟ ای دیگه چی مانا؟ یعنی میگم که درباره رابطه ما چی وقت به پدرت میگی؟ چی وقت تو خانم خانه ما و مادر اولادای ما میشی؟ با مادرم گفتم شوکت پدرم گپ میزنه. الله صدقه شام. او روز امروز است. او روز بزرگ امروز است. در او صورت قیمت چی کنم؟ نه من گل آماده میکنم، چاکلیت آماده میکنم. آرام. چه قسم آماده کنم؟ من خانه تون میام. این قسم یک دسته گل بسیار کلانه گرفته در خانه تون میام. درست است یک دفعه که پدرم گپ بزنه و اجازه بده باز بیا. ها اجازه میتونم. حالا بیا که بریم. حالا من میرم گلا بگیرم و چاکلیت ها میگیرم. یاشار بیادر بیا که چای بخوریم. بیا بیا. افتاد. یاشار بیادر. یاشار بیادر. شو. یاشار بیادر. قلبش استاد شده. قلبش نمیتپه. امبولانس بخواین. امبولانس بخواین. نیکی مرده. نباید بمره. او توبه کرده بود. نباید بمره. یاشار بیادر توبه کرده بودی. یاشار بیادر. یاشار بیادر بخه توبه کرده بودی. نباید تو بمری. بازم دوباره توبه کو. یک بار دیگه هم توبه کو. نمر لطفاً. ملا صاحب گفته که از توبه کنه گناهش بخشیده میشه. ملا صاحب. خدا داد؟ ملا صاحب این دوستم همیشه توبه خودم مشکنانه. برش گفتم مواد مخدر نفروش گناه داره. گفت توبه میکنم. الهش کدم رفت.
باز دوباره دیدم که مواد مخدر میفروخت. باز برش گفتم مواد نفروش، گناه داره. بازم توبه کرد. باز ایلاش کردم رفت. ملا صاحب بعدن خبر شدم که بازم مواد میفروشه. بازم توبه نکرده، اما گفتم نه، تو همیشه توبیت مشکنونی. حالا دیگه تو یک مریض حساب میشی. باید ملا صاحب تو را ببینه. برش گفتم بعد از نماز جمعه به مسجد بیا، اما نامد. باز من خودم گرفتم براتون آوردمش. آمدم ملا صاحب. کار خوبه کردی خدا داد، اما از خیرت موی خر شیدا کن. یاشار ما و تو با هم چی گفته بودیم؟ ملا صاحب والا بار دیگه این کارو نمیکنم وعده میدم. اما پیش از اون وعده کرده بودی. اگه بگویی بار دیگه این کارو نمیکنم حوضت تو را اینا میکنه. برو فرض میکنیم که بار اول تو را اینا کردن. اگه بازم گیرت کنم بیا زودم و دفعه اولا ملایم نمیکنن ملا صاحب. اینه با زبان خودم میگی. یک بار توبه کنی و بار دیگه بشکنانی این قسم خونه میشه. خداوند مهربان میگه اگه یک بار توبه کردی بار دیگه او کارا نکن. هر گناه وقتی تکرار شوه باز بزرگ میشه. گناهی تو بیازو بسیار بزرگ است. نیکه تو از خداوند نمیترسی؟ میترسم ملا صاحب، امکان داره که نترسم. ملا صاحب بار دیگه نمیشه. والله بیبی برات وعده میدم. درست است خدا داد. به نظر من یاشار گپ ما را فهمید. ایلش کو که بره. اما اگه بار دیگه ای کار کنه باز دیگه پیش من بیارش حوضه ببرش. خداوند از شما راضی باشه ملا صاحب. بسیار زیاد تشکر. رفت. ملا صاحب گفته بود کسی که توبه میکنه بازو زندگی را دوباره شروع میکنه. نمور یاشار بیادر، نمور یاشار بیادر، زنده باش. Su gibi çalamadan